سلام رفیق، اگه میخوای بدون مهاجرت بدون پول و زبان بلد بودن چه بلایی سر آدم میاره این داستانو تا آخر ببین. تجربه خودمو بهت میگم. با پول کشاورزی بابام بلیط گرفتم. فامیلمون گفته بود که یه کاری آهنگری واسه سراغ دارم، ماهی 26,000 لیر میدن، جای خواب و غذا هم داره. من تو کونم انرژی بود، پر از شور و هیجان رفتم فرودگاه. وقتی رسیدم ترکیه همه چی برام عجیب بود. فرهنگشون، لباس پوشیدنشون. توی ترکیه هیچ جا رو بلد نبودم، هیچ کی رو نمیشناختم و فقط 1300 لیر توی جیبم بود. با راهنمای فامیلمون با کلی خرج و استرس خودم رو رسوندم محل کار. همون شب اولم از خستگی بیهوش شدم. هنوز نمیدونستم فردا چی در انتظارمه. روز اول فقط میله‌های آهنی رو رنگ کردم. خیلی ساده بود، آسون بود. ولی فرداش تازه اصلی کاری شروع میشد. انداختن آهن‌های بزرگ و کوچیک داخل کوره. حرارتش جوری بود که نمیتونستم چشمو باز کنم. فقط 10 دقیقه کار کردم و بدنم خیس عرق شد، انگار که تازه از حموم در اومده بودم. کم کم دست و پام تاون زد. رگام پیدا بود. بعد از مدتی دیگه طاقت نیاوردم و از اون کار زدم بیرون. از طریق یه رفیق توی اینستاگرام کار شیرینی پزی رو پیدا کردم. ولی چون زیاد پول نداشتم، چون کرایه تاکسی هم خیلی گرونه، مجبور شدم 15 کیلومتر پیاده برم. بعد از اینکه رسیدم توی رستوران کوچیکی غذا خوردم. خانمی که اونجا بود وقتی فهمید که من دنبال کارم و به خاطر کمک به من 700 لیر بهم داد. بالاخره رسیدم کارگاه. روز اول خیلی سبک بود، اما روز دوم وقتی چیزی رو درست نفهمیدم اوستا جون یه مشت محکم تو فکم زد. چون ترکی بلد نبودم بچه‌ها، آره این خیلی ناجوره. گفت یه چیزی رو بیار و من نمیدونستم اون چیز چیه، چیزای اشتباهی رو میآوردم. و یه دونه محکم زد تو فکم. بعد از 10 ساعت کار هم باید زمین رو میشستم، هم میز و مرمره رو باید تمیز میکردم. تازه ناهارشون هم برنج نیمه پز بود، یعنی اصلا نمیشد درست خورد. هر روز تأخیر، هر روز فحش میشنیدم. حتی رفیقم منو با اونا مسخره میکرد. تأخیر برام عادی شده بود، فقط به خاطر خانواده‌ام تحمل میکردم. بعد از مدتی کمرم گرفت. 15 روز نتونستم چیزی بخورم. هر چی میخوردم بالا میآوردم. دکتر گفت که سنگ کلیه داری پسر جان. وای 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 پسر جان، چرا از خودت مراقبت نمی‌کنی؟ تو سنگ کلیه گرفتی. گذشت رفتار افتضاح اوستاها و کم شدن حقوقم باعث شد که از شیرینی پزی هم بزنم بیرون. با اینکه همه کاراشونو میکردم، حتی پول صبحونه و شامم ازم کم میکردن. حقوقمو نصف داده بودن، من موندم و دوباره بی پولی. بعدش کار نگهبانی پیدا کردم. 70 کیلومتری از استانبول دور بود. با مترو رفتم، با اتوبوس رفتم. اما وقتی شارژ کارت متروم تموم شد مجبور شدم بقیه راهو پیاده برم. نزدیکای شب رسیدم. باید از میلگردای ساختمونی نگهبانی میدادم. یه صندلی چوب دادن دستم. گفتن بشین تا صبح همینجا، مراقب این میله‌ها میلگردا باش. منم گفتم چشم. اطرافمون تا 10 کیلومتری هیچ آدمی نبود. نصف شبی یه ماشین چراغ زد و وایساد. 3 نفر ازش پیاده شدن. یکیشون چاقو داشت. اومدن سمت من. دست و پامو گم کرده بودم. هر چی دستم بود پرت می‌کردم. چوب، سنگ، میلگرد کوچیک. ماشینشون رو با سنگ خورد کردم شیشه‌شو و بعدش فرار کردم. خدا رو شکر که چیزی ندزدیدم وگرنه بدبخت می‌شدم. به صاحبکارم هیچی نگفتم. اگه میگفتم احتمالاً منو مینداخت بیرون. 7 روز کار کردم. هنوز استرس داشتم که مبادا دوباره حمله کنن. آخرش حقوقمو نداد و من خسته تر از همیشه برگشتم ایران. اون 3 ماه توی ترکیه همون اندازه که سختی داشت چشمو باز کرد. مهاجرت بدون پول و بدون زبان و بدون پشتوانه یعنی قمار با جونت پسر. شاید فکر کنی اونور همه چی راحته، وای گل بلبل خیلی خوبه، از ایران خیلی بهتره. درسته و نتش خیلی بهتره، ولی پول نداشته باشی به درد نمیخوره، جای خواب نداری، بدبختی. ولی من یاد گرفتم که غریب بودن یعنی هر لحظه باید آماده جنگیدن برای زنده موندن باشی. اینم از زندگی من بود بچه‌ها. امیدوارم که تجربه کافی من رو دیده باشین و یه درسی ازش گرفته باشین. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعد. لا لا لا.